یعنی این معنایی را دارد که این امتحان ها رو گذاشتن در کن. یا حدیثی صحیح داریم وقتی حضرت عمر دید میگه پشت پیامبر که خب همون میگیم نشانه بوریایی که در باش خواب میکرد. تصور کنید یک پیغمبری که آخی محبوب الله بود در باره بوریا خواب بود. تکسریش ایلیف خیرما وقتی ای دنیا میگذره ذخیره در خونش 2 کیلو جو. میگه وقتی همون اثر بوریا رو در پشت پیامبر دید وقتی خواب میکرد حضرت در پشتش همون نقش بستگی میگه گریه کرد. حضرت عمر گفت آخی این مقصد این شاهایی که امروز در روم و در ایران و در هر جو در ملایم ترین چیزها میشینن ای حضرت آخی زیبی اونها تو داری و تو باید در وار راحت کنی. میگه حضرت عمر گفتی اگر اونها راحتی دنیا را اختیار کرده باشند الله برای ما راحتی آخرت میگه. برای ما راحتی آخرت میگه. برای این است که در سوره زحا میگه خدای میگه که وللآخرة خیر لک من الاولی. ببینید الله میگه از دنیا دیده ای محمد برای تو آخرت بهتره.